دبیر کل سازمان ملل متحد از خبرهای خشونت افزاینده و مرگ آدمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تشویش کرد. استفان دوجاریش سخنگوی سازمان ملل روز 19 می در نشست مطبوعاتی گفت دبیر کل طرفها را به خویشتنداری دعوت کرده از آنها خواست تمام کوشش را برای حل آسایشته وضعیت حاضره به کار برند. دوره پیشتر خبر داده بودیم در واقعه‌های خشونتبار بدخشان به صورت عموم تا حالا 30 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. تنها در نویه روشن دیروز جسد 21 نفر را به نزدیکانشان دادند. همکارم زرنگیز نوروشو امروز با چندی از نماینده های مقامات و ساکنان منطقه صحبت داشت. حالا او با ما در استودیو است. زرنگیز، ساکنان و مقامات درباره وضع چی میگویند؟ بله، شهلا نماینده های شعبه کارهای داخلی ناحیه روشن گفتند که امروز در ناحیه وضع آرام است و مکتب و اداره هایی که در این چند روز اخیر بسته بودند به کار شروع کردند. تفتیشات در نسبت جوانانی که در این اعتراض شرکت کردند شروع شده است و در هیئت تفتیشات مفتشان شعبه امور داخلی نیز شرکت دارند. با گفته یکی از همصحبتان ما در شعبه کارهای داخلی ناحیه روشن، حالا تقریبا 70 نفر در بازداشت قرار دارند و در نسبت تخمینا 15 نفر برای شرکت در اعتراض پرونده جنایی باز شده، بیش از 40 نفر دیگر جریمه کرده می شوند. این هم صحبت ما شماره کشته شده ها را در حادثه روشن 21 نفر گفت. اما ساکنان می گویند این آمار بیشتر است، هرچند عدد معین نام برده نمی شود. مصاحبان ما از میان ساکنان عادی می گویند در ناحیه آرامی هست، ولی مردم تحت ترس و فشار روانی اند و حالا در تلاش پیدا کردن نزدیکانشان هستند. طور معلوم در روزهای عملیات 10 نفر بازداشت شدند و نزدیکانشان از سرنوشت آنها درک ندارند. از بس که در ناحیه همچنان اینترنت نیست و علاقه موبیلی هم درست کار نمی کند، ساکنان از خارج کشور برای تماس با پیوندانشان مشکل دارند. خب بازرگانگیز، یک مسئله جدی بسته بودن روی ماشینگرد دوشنبه خروق قلمه است که هم مقامات کشور و هم ساکنان اظهار نگرانی می کنند. آیا این راه باز شده است یا نه؟ بله شهلا، مقامات ناحیه میگویند راهها در داخل ناحیه باز شدند و روای مردم آزاد است و برخی از پستگاه‌ها در اطراف مرکز ناحیه در حال برداشته شدن است. ولی طور مقامات میگوید راهی خروق قلمه تنها طریق پل باینی باز کرده شده است که از داخل شهر خروق میگذرد، اما راه از محله چینه که برای روای ساکنان موافق و نزدیکتر است هنوز بسته میماند و طور به ما گفتند برای باز کردن این راه مقامات با جوانان به اصطلاح ناراضی گفت و شنید دارند. ضمناً در ملاقات نماینده های بلندپایه مقامات قدرتی با مردم در خروق که طریق تلویزیون بدخشان پخش شد با بسته بودن راه هم تاکید شده بود. ولی مردم شکر میکنند که صدای تیر و تفنگ شنیده نمی شود و امیدوارند وضع به حالت عادی برمیگردد. تشکر زرنگیز برای صحبت. بینندگان عزیز، همکاران ما وضع را همانا پیگیری خواهند کرد. ما را تماشا کنید.